سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال ای فوتبال دراگون و ما درباره ای فوتبال فعالیت میکنیم توی یوتیوب و امروز میخوایم بریم با همدیگه پکایی که کنامی شانس رایگان بهمون دادن رو با همدیگه بزنیم و ببینیم آیا بازیکن خوبی میتونیم از این پکا بگیریم یا نه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب ما 4 تا اکانت داریم. اول میخوایم از اکانت اولمون شروع کنیم چون 4 تا شانس رایگان داریم. پک اپیک پلاتینی رو داریم اینجا، شانس رایگان اسپانیا و آرژانتین رو هم داریم و پک منتخب بازیکنان لیگ ایتالیا. اول برای اسپانیا میزنیم، فری رو میزنیم ببینیم بهترین بازیکن یامال رو میده یا نه، که بله لامین یامال رو داد و تونستیم بهترین بازیکن این پک رو بگیریم. حالا بریم پک آرژانتین رو بزنیم. بهترین بازیکن پک آرژانتین لئو مسیه، ببینیم میتونیم اینجا هم بهترین بازیکن رو بگیریم یا نه. و بله، چقدر عجیب بود این کار کنامی، تا حالا این طور کاری نکرده بود کنامی که بیاد 2 تا بازیکن خوب با هم بده. خب پک اپیک که شانسی نداریم، 150 تا بازیکن توشه و فقط 3 تا اپیک داریم و بقیه بازیکن ها به دردمون نمیخوره. بریم کنسل، میخوام 10 تا کنسل بزنم ببینیم با این روش آیا میتونیم یه باگی ایجاد کنیم روی پک و اپیک بگیریم یا نه. میزنیم فری رو، بریم توی ورزشگاه که خبری نیست و هیچ چیزی نگرفتیم، 3 ستاره داد. خب حالا میتونیم بریم برای پک بازیکنان لیگ ایتالیا بزنیم. 20 تا بازیکن داره، بهترین بازیکنش هم که کواراtsخلیا. میزنیم ببینیم چه بازیکنی رو میگیریم و اوورال 92 رو گرفتیم که اصلا به دردمون نمیخوره و باید بندازیمش بیرون. خب بریم سراغ اکانت دوممون. این بار هم از پک اسپانیا شروع میکنیم ببینیم این بار هم میتونیم یامال رو بگیریم یا نه. بدون هیچ روشی میزنیم و فابیان رویس رو داد که نتونستیم این بار یامال رو بگیریم. و حالا بریم سراغ پک آرژانتین ببینیم بازم میتونیم مسی رو بگیریم یا نه. فری رو میزنیم و باز هم مسی رو نگرفتیم و پارادس رو گرفتیم. حالا بریم سراغ پک اپیک که ببینیم آیا اونجا میتونیم بازیکن خوبی بگیریم و جبران کنیم این بد شانسیامون رو یا نه. اینجا یه ریست میکنیم ببینیم اینطوری نمیتونیم باگ ایجاد کنیم یا نه. آیا کنامی سر کیسه رو شل میکنه یه اپیک به ما میده یا نه؟ که نه، ورزشگاه هیچ خبری نیست اما هایلایت داد. چرا هایلایت دادی؟ خب اپیک میدادی کنامی. ببینیم چندمین هایلایت رو به ما داده. حداقل این بازیکن خوب داده باشه، امیدوارم اوورال خوبی بگیره. چندمین هایلایت آخریه و به درد نمیخوره. خب میریم سراغ پک منتخبین لیگ ایتالیا. این بار هم ببینیم بازیکن خوبی میگیریم یا نه. میره تو ورزشگاه، پکو میزنیم و هیچ چیزی نه. خب بریم سراغ اکانت سوم ببینیم آیا این بار میتونیم اپیکی بازیکن خوبی حتی کواراtsخلیا هم بده. خوبه توی این کارت. اول پک اسپانیا رو میزنیم، این بار یامال رو میگیریم یا نه، که بله لامین یامال رو این بار هم گرفتیمش برای دومین بار. ببینیم آیا مثل اکانت اول میتونیم مسی و یامال رو با هم بگیریم یا نه. کنامی نه، باز هم پارادس رو داد مثل اکانت قبلی، باز هم پارادس رو گرفتیم. حالا این بار میریم سراغ پک اپیک. آیا پلاتینی، روماریو، برکمپ رو میتونیم بگیریم یا نه؟ بذار یه روش دیگر رو تست کنیم. میریم بازیکنهای آخر پک رو میزنیم روشون. 3 تا بازیکن آخر رو بذار بزنیم روشون ببینیم آیا کنامی این بار کاری برامون میکنه یا نه. فری رو میزنیم ورزشگاه، هیچ اتفاقی نیفتاد و فکر کنم بازم 3 ستاره داده که نه 4 ستاره، که باز هم به درد ما نمیخوره. کنامی جان که بازیکن اپیکو به ما بده لطفا. بریم سراغ باکس ایتالیایی. آیا توی این کانت میتونیم کواراtsخلیا رو بگیریم یا نه؟
میریم توی ورزشگاه که باز هم اوورال 92 آخه به چه دردمون میخوره. خب بریم سراغ اکانت چهارم، اکانت آخرمون که من روی این اکانت باکس اسپانیا و آرژانتین و اپیکو زدم. از اپیک که بهمون بازیکن 3 ستاره داد مثل همیشه و باکس اسپانیا و آرژانتین هم زدیم. همینطور که میبینید یه بازیکن ازش گرفتیم، اون شانس رایگانشو برای اینکه وقت ویدیو طولانی نشه من زدم و فقط توی این اکانت باکس منتخبین لیگ ایتالیا مونده و بریم ببینیم که این بار کوراتسخلیا رو میگیریم یا نه. یه بار روش میزنیم ببینیم کنامی این بار بهمون میده یا نه. بریم توی ورزشگاه ببینیم کیو میگیریم، آیا کوراتسخلیا رو داده یا نه. باید ببینیم با هم دیگه، اینو اسکیپ نمی کنیم چون آخرین شه. آیا کوراتسخلیا رو داده که نه. شماره 17 از کدوم تیم، اوورالش چنده ببینیم. باز هم اوورال 92. آخه چرا هی اوورال 92 میدی کنم؟ خب بچه ها رسیدیم به بخش پایانی ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. روی 4 تا اکانت مختلف رفتیم و باکس هایی که کنامی شانس رایگان داده بود و زدیمشون و چیز خاصی هم نگرفت. لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما اون زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت ما ویدیو گذاشتیم با خبر بشید. و تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.